اولین مرحله تو شروع کار زمین تمیز کردن دور مرزاست که اصطلاحاً تو منطقه ما بهش میگن دیمی. این اولین کار. آره کشت اول خور خیلی. مرحله سوم تمیز کردن نیها است برای خزانه که هم نگاه میکنیم. با همچین وسیله اینا رو تبدیل به اینا میکنیم. همراه من باشید تا بقیهش نشونتون بدم. تمام پرهای زائد، آشغال هایی که روی این نیها وجود داره همه گرفته میشه و به این صورت تمیز در میاد. بعد برداشت نیها رو سوار تیلر میکنیم و میبریم به سمت خونه. مرحله بعدی تهیه کود مرغیه که به جای کودهای شیمیایی ما از این کودهای مرغی استفاده میکنیم. حدود 10 تن برای یه زمین فقط کود مرغی اومد. برای هر هکتار هم ما حدود 3 تن میریزیم. بعد از مرحله کیسه زدن ما میایم کمپوست میکنیم تمام کودامون. این کودا حدود 2 ماه قبل آوردیم و کمپوستش کردیم. اینا هم کمپوست میکنیم برای 2 ماه بعد. بعد از کیسه زدن ما میایم کمپوستش میکنیم. یعنی چی؟ میشینیم رو هم و سرش یه پلاستیکی قرار میدیم که باعث بهتر شدن کود میشه. مرحله بعدی مرحله‌ایه که ما آبو از جوب به زمین میبندیم. بعدش میایم جاهایی که آب به جوب میره رو میبندیم که چی؟ آب از زمین بیرون نیاد تا ما بتونیم زمین رو شخم بزنیم. در حال پیدا کردن یک سوراخ، چون همون یک سوراخ باعث از دست رفتن آب میشه. اینجاست که سوراخ ها خودشون رو نمایش میدن. حالا میایم سر بندمون و کیسه هایی که از قبل گل زده بودیم، یعنی از سالهای قبل، رو میایم میذاریم کنار تا آب بره داخل زمین. همینقدر کافیه، چون یه خورده آب هست نیازی نیست که ما زیاد آب بریم. حدود 2-3 ساعت دیگه با این حجم از آب کل زمینمون آب میگیره و تراکتور یا کنوای تراکتوری که بهتون توضیح میدم داستانش چیه میاد زمین ما رو میزنه، شخم میزنه. همیشه کنار یک کشاورز یه فرد دیگه هم حاضر. از اخلاق کشاورزیه. تو این مرحله کنوا تراکتوری که گفتم، تغییر کاربری از کنوا به تراکتور و میاد زمین ما رو میزنه. یک ساعت دیگه، 1 ساعت و نیم دیگه اینا همه این زمین به این وسعت رو میزنه. چه ژاپنی هست.